ورزش میکنی همش خسته میشی، ورزش میکنی چاق‌تر میشی، ورزش میکنی بیشتر ضعف میکنی. ای بابا ولش کن از ورزش. چه حرفا؟ این مشکلاتی که تو گفتی از ورزشت نیست، شاید از تیرویدته. خودت هم خبر نداری. بیا تا بهت بگم. تیروئید غده‌ایه که تو گردن ما قرار داره و یکی از فرمانده‌های مهم متابولیسم بدنه. دو حالت داره، یکی کمکاری تیروئید، یکی پرکاری تیروئید. هر دوی این شرایط میتونن تاثیر مستقیمی رو عملکرد ورزشی، عضله‌سازی و چربی‌سوزی بذارن. کمکاری تیروئید و تاثیراتش روی ورزش: ضعف عضلانی، کاهش توان هوازی، بازیابی کندتر بعد از تمرین. پرکاری تیروئید و تأثیراتش روی ورزش: استقامت بالا ولی تحلیل سریع عضلات، خطر از دست دادن توده عضلانی. حالا که میدونیم این موضوع چقدر روی ورزش و بدن ما تأثیر میذاره، بیایم ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که توی کپشن بهتون گفتم. علائم کمکاری تیروئید رو این بالا واسهتون نوشتم و این هم علائم پرکاری تیروئید.